در همین لحظه آقای اکرمی در سوت خودش مینم، این بار کوتاه برای فخرالدینی، ارسال به محوطه جریمه، ضربه سر و توی دروازه. گل برای مصر رفسنجان در همین ابتدای مسابقه. دروازه چادرملو اردکان رو مهدی شریفی با ضربه سر باز میکنه. خوشحالی خودش رو هم انجام میده، خوشحالی هواداران محدود رفسنجانی در ورزشگاه شهدای مصر رفسنجان. دومین گل خودش رو در این فصل به ثمر میرسونه برای مسیحا. چه ارسالی رو انجام داد میلاد شیخ فخرالدینی، تشکر میکنه ازش شریفی. اینجا زنده رو پرتاب رو کوتاه انجام داد، فخرالدینی با پای راست ارسال کرد، ضربه سر رو زد، توپ رفت به اون گوشه دروازه. توپ به پای علیرضا نقی‌زاده برخورد کرد، فرصت برای چادرملو از زاویه بسته دروازه مصر رفسنجان رو نجات داد نیما میرزازاد. البته که هنوز ابتدای بازی هست. درون محوطه جریمه با پای چپ ضربه زده میشه به سمت دروازه و باز هم میرزازاد درازکش روی زمین توپ رو در آغوش میگیره. فرصت برای دهقان، از راه دور ضربه خودش رو زد به سمت دروازه. توپ میرسه به نیما میرزازاد، زنده رو کار خطرناک، فرصت برای بازیکن چادرملو و اونجا میتونه زودتر توپ رو به بیرون بزنه. چه کار خطرناکی رو کرد ماتئوس، درون محوطه جریمه میزنه اما با اختلاف زیاد و توپش از خط طولی عبور میکنه و به بیرون میره. بازیکن پاراگوئی چادرملو اردکان با پای چپ توپ رو مستقیم به سمت چارچوب، توپ رو مشت میکنه نیما میرزازاد. این بار کوتاه توپ ارسال میشه به محوطه جریمه و ضربه سر ویکتور ماتئوس از سمت راست. مشهدی توپ ارسال میکنه به محوطه جریمه، تو سر توپ خوب رو به بیرون، فرصت، توپ ارسال میکنن به محوطه جریمه و توپی که توی دروازه قرار میگیره. نتیجه 1-1 مساوی میشه در دقیقه 44 مسابقه. بازیکن خطرناک چادرملو اردکان رنی بوبوی نتیجه رو 1-1 مساوی میکنه و سومین گل خودش رو در این فصل میزنه برای چادرملو اردکان. یک مساوی. اینجا زد و توپی که آرام آرام رفت به اون گوشه دروازه. بهتر از اینا میتونست توپ رو دفع کنه. سگوندو رودریگز با پای چپ میزنه به سمت دروازه و چه عکس العملی نشون میده نیما میرزازاد. مان رمضانی اشتباه کرد، جولانی از همون راه دور میزنه به سمت دروازه، شلیک میکنه و در برگشت فرصت برای مصر رفسنجان. شریفی هم اونجا نقش بر زمین شد اما اعتقادی به پنالتی نداشت آقای اکرمی. نریمان جهان بخش، میرزازاد اشتباه میکنه، میرزازاد و توپی که وارد دروازه میشه. گل دوم روی اشتباه نیما میرزازاد رخ میده و هادی حبیبی نژاد برای دومین بار دروازه مصر رفسنجان رو باز میکنه. یه گل رو تقدیم کرد نیما میرزازاد به چادرملو اردکان.
خوشحالی هواداران چادرملوی اردکان. نتیجه 2-1 میشه. اینجا ببینید پاس گل داد و اون هم به کی؟ به هادی حبیبی نژاد که سومین گلش رو بزنه در این فصل برای چادرملو. با پای چپ تک‌ضرب زد و توپ وارد دروازه مصر رفسنجان شد. در برگشت هم خودش صاحب توپ است. حالا ضربه میزنن به سمت دروازه. ارسال میشه به محوطه جریمه. فرصت برای چادرملوی اردکان. توپ رو از روی خط دروازه برمیگردونن. حالا ضد حمله میتونه شکل بگیره. شریفی برای کاستا. ایمان سلیمی پا به تو حرکت میکنه رو به بیرون. فرصت برای مصر رفسنجان. شریفی و ضربه ای که زده میشه توسط سامان نریمان جهان و تیر رو آغاز کردن بازیکن مس. توپ ارسال میشه به محوطه جریمه. ضربه سر و توپی که آرام هست و خیلی راحت در اختیار میگیره حجت صدقی برای کومار وارد محوطه جریمه هم میشه اونجا آرمان رمضانی ولی موفق نیست و حجت صدقی توپ رو در اختیار گرفت. موقعیت خوبی هست برای زدن گل مساوی. میزنه مستقیم به سمت چارچوب و اونجا دروازه رو نجات داد. خب اعلام گل میشه. کمک داور دوم آقای یوسف شهریاری میاد به سمت وسط زمین و اعلام میکنه که توپ وارد دروازه شده. نتیجه 2-2 مساوی میشه. سامان نریمان جهان موفق میشه روی این صحنه دروازه چادرملو رو باز کنه. تو وارد دروازه شد. فرصت برای چادرملو از سمت چپ. جبیره پشت محوطه جریمه. فرصت برای چادرملو و گل سوم برای چادرملو اردکان. چه دقیقه‌ای گل زده شد برای چادرملو اردکان و نتیجه 3-2 میشه. فرصت جبران نیست برای مصر رفسنجان. خوشحالی هواداران چادرملو که در ورزشگاه شهدای مصر رفسنجان حضور دارند. فراز فاطمی هم اونجا روی نیمکت هست به عنوان مدیر تیم چادرملو اردکان. چه دقیقه گل خورد. چادرملو مصر رفسنجان محمد حسین خسروی که تعویض طلایی آقای اخباری میتونه لقب بگیره. مساوی. تو ارسال میشه به محوطه جریمه و تا اینجای کار اولین باخت خانگی مصر رفسنجان هست در این فصل. ارسال. فرصت برای مصر رفسنجان. سلیمی میتونه بزنه. میزنه و توپ رو برمیگردونن. در برگشت زنده رو شلیک کرد اما توپ رو برگردوندن. ارسال بلند پشت محوطه جریمه. توپ رو برمیگردونن و سوت پایان بازی به صدا در میاد و چادرملو اردکان موفق میشه در شهر رفسنجان 3-2 شکست بده مصر رفسنجان رو.